حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 11 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار کنیم و نکاتش رو با هم دیگه یاد بگیریم. این قطعه خیلی قطعه ساده‌ایه. تقریبا معادل این قطعه رو توی درس 1 این کتاب اجرا کردید، اما اینجا نکته‌ای که توش اضافه میشه اینه که نوت‌ها به صورت دوبل هستن، به صورت جفت. دست راست و چپ باید همزمان با همدیگه اجرا بکنه. دو تا نکته در مورد این جفت‌ها بسیار مهمن. یکی اینکه وقتی می‌خواید این جفت‌ها رو بزنید دقت کنید که دقیقاً همزمان بزنید دست راست و چپ رو. تجربه‌ای که من دارم توی هنرجوها اینه که معمولاً دست چپ یه ذره زودتر از دست راست میزنه. اینو پس کنترل بکنید که هر دو تا دست دقیقاً با هم بخوره. و نکته دوم اینه که راست و چپ شما هم قدرت باشه. خب معمولاً اونایی که راست دستن دست راستشون قوی‌تره، اونایی که چپ دستن دست چپشون قوی‌تره. ولی توی این جفت‌ها باید سعی کنید اینو به یه تعادلی برسونید که دست راست و چپ شما هم قدرت بخوره کاملا. یه جاهایی هست بله، یه جاهایی ما نیاز داریم یه دستمون قوی‌تر از اون یکی بخوره، ولی تو حالت کلی مخصوصا جاهایی که نوتامون رو به روی همدیگه هستن معمولا دو تا دستمون باید هم قدرت بخوره که این دو تا نوت توی همدیگه حل بشه و یه صدا بیاد بیرون، نه اینکه یک صدا غالب باشه بر اون یکی. توی اجرای نوت‌های جفت توی حالت کلی وقتی چیزی بر ما مشخص نکرده، نوت پایینی رو با دست راست اجرا می‌کنیم، نوت بالایی رو با دست چپ اجرا می‌کنیم، مگر اینکه با اون 7 و 8 تایی که داریم خلافش رو مشخص کرده باشه. مثلا گفته باشه بالایی رو با دست راست بزن، پایینی رو با دست چپ بزن، با 7 و 8 مشخص کرده باشه، اون موقع تغییرش میدیم. ولی تو حالت کلی وقتی چیزی نگفته، پایینی راسته، بالای چپ. خب خیلی ساده است دیگه نوتامون. مثلا خط به خط با هم دیگه اگه بخوایم اجرا بکنیم، خط اول نوتامون هست جفت سل زرد و سفید، بعد لا سی دو، بعد برمیگردیم پایین سی لا سل فا و میزان آخر دو تا جفت سله که بینشون هم سکوت سیاه داریم. خط اول رو من براتون اجرا میکنم. سل لا سی دو سی لا سل فا سل سکوت سل سکوت. میشماریمش با سرعت کمتر که فرصت داشته باشیم روی کیفیت ضربه هامون بیشتر تمرکز کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. میریم سراغ خط دوم. نوت‌ها یه دونه میان پایین‌تر. فا سل لا سی لا سل فا می فا سکوت فا سکوت. اجراش میکنیم. فا سل لا سی لا سل فا می فا سکوت فا سکوت. میشماریمش. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. یادتون باشه که وقتی جفت میزنید هم مثل وقتی که به صورت تک ضربه میزنیم، مضرابامون تقریبا 3-4 سانتی متر از خرک فاصله داشته باشه و اینکه دستمون از همدیگه باز بشه. اینا نکته خیلی مهمی هستن. وقتی میخواید شما جفت بزنید نباید دستتون اینطوری بشه. این جفت‌ها اشتباهن. خیلی هم زیاد من اینو میبینم تو هنرجوها. دستاتون رو باید از همدیگه باز کنید و به این شکل ضربه بزنید. هم صدایی که از ساز در میاد، هم دقت ضربه شما خیلی دقیق‌تر میشه وقتی که دستاتون رو از همدیگه باز میکنید. بسیار عالی. میریم سراغ خط سوم. از می شروع میشه. می کرون خرک اول. می فا سل لا سی دو سکوت دو سکوت. خط سوم اجرا میکنیم. می فا سل لا سی دو سکوت دو سکوت. میشماریمش. 1 2 3 4 2 3 4 و خط آخر نوتامون هست دو سی لا سل فا سل سکوت سل سکوت. دو سی لا سل فا سل سکوت سل سکوت. حواستون باشه جفتایی که میزنید این اشتباهه. صدای زنگوله‌ای نباید بده. دست چپ و راستمون باید دقیقاً با هم بخورن یا این اشتباهه.
این صدای درست و با کیفیته. اگه هنوز لایک نکردید لطفاً همین الان لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و این پست رو با دیگران به اشتراک بذارید و کمک کنید هم دیگران بیشتر این پست رو ببینن، هم من رو حمایت بکنید که من انگیزه بیشتری داشته باشم بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری رو آماده بکنم برای شما. خیلی خوب، با شمارش خط آخر رو اجرا می‌کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. بسیار خوب. بعد که یاد گرفتیم این قطعه رو که بتونیم از اول تا آخر با شمارش و با کیفیت بزنیم، حالا مهمه که مترونوم بذاریم و با سرعت خیلی کم، همون سرعتی که خود کتاب مشخص کرده، قطعه رو از اول تا آخر سعی کنیم اجرا بکنیم. خب مترونوم باید بذاریم رو 4 ضربی و سرعت 48. دقت کنید که خیلی وقتا اجرا کردن با این سرعت کم خیلی سخت‌تره تا اینکه با سرعت بالاتر اجرا کنید. پس سعی کنید صبوری کنید، فکر نکنید اگر دارید تند میزنید یعنی خب دیگه بلدید. نه، اتفاقا مهمه که بتونید با سرعت کم همین قطعه رو اجرا بکنید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خط دوم. ضربات دقیقاً با مترونوم هماهنگه. امیدوارم که ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.